خب اگر که ما در مورد سفر نوبتی جناب پوتین به تاجیکستان نظر اندازیم، من فکر میکنم که اصلا به نظر من هیچ یک واقعه مهم رخ نمیدهد. اصلا موضوع بحثی دوشنبه و کرمل علاقه معلوم است. مثلا اونجایی که گفتند بیشتر روسیه اون چی را میخواد که مطرح کنه، اون چی را بررسی کنه در این سفرش که بیشتر به منفعت خودی روس ها است. این چیزی اثبات شده است. مثلا ببینید هر کجا که سفر میکنه یا نخست وزیر یا رئیس جمهوری روسیه حتما موضوع مطرح میشوند که در آخر میاند معلوم میشود که مثلا بیشتر فیصد به منفعت خود روسیه بوده است. و من فکر میکنم که یکی از مسائل های خیلی مهمترینه که اونا در این نوبت بررسی میکنن، اینم بازم موندن 201 دیویزیا در تاجیکستان است. چون مسئله عینی علاقه کهنه شد، سال قبل گذشت. مسئله مهاجران خیلی مسئله کهنه شده است که بازم این حل خودش نمییابد. فکر میکنم مسئله اساسیشون مسئله 201 دیویزیا است که چون راهبرای سطح پایانی نتونستن این حل کنن، وزیرای و جانشیناشون، من فکر میکنم این بیوسته باید دیگه خود راهبرای این حل کنن. از سفر آقای پوتین من توقعی زیاد ندارم، به خاطر اینکه پوتین در سالهای قبل برای ما ثابت کرده بود که براش قبل از همه تأمین منفعت‌های روسیه مهمتر است، نه تأمین منفعت‌های تاجیکستان. و در سال 2004 هم دیده بودیم که وقتی وضع بحرانی شد آقای پوتین آمد به آقای رحمان وعده‌های خیلی زیاد کرد، اما این وعده‌ها اجرا نشدند. و امروز هم پوتین می‌خواهد که از همان شیوه کار استفاده کنند. تاجیکستان و روسیه یک چند مسئله حل نشده تا به این دم هستند. از قبیل مانع‌های ایجاد نمودن در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون و همزمان چون روسیه می‌خواهد که پایگاه نظامی 201 دیویزیا را در تاجیکستان تمدید کند باز به 40 سال یا 45 یا نمیدونم 49 سال دیگر. و مسئله دیگری که هست این بازم برای تاجیکستان یک از مسائل‌های داغ دیگر این مهاجران کاری تاجیک در فدراسیون روسیه. من فکر نمی‌کنم که از این سفر یک چیزی که ما امیدوار هستیم فرض کردیم که برای مهاجران کاری همون یکان سبوکه پیش آید یا برای اونها کار کرده شود. اصلا این چیز برای ما خیلی مهم است. قسم زیادی مردم ما که مهاجرن، من فکر میکنم اونا زیادتر انتظارن که سطح زندگی مهاجرا در اونجا خوب میشد. وضع مهاجرا در واقع هم بررسی میکنن در ملاقات دو رئیس جمهور. من فکر میکنم اگر بررسی هم شود هیچ نتیجه نمیده، چون بارها بررسی شد هیچ نتیجه نداد، حتی بدتر شده خوبتر نه. فکر میکنم موضوع اولین درجه و موضوع محوری این سفر حتما حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان است و روس‌ها حتما پافشاری میکنند برای مدت مدید در تاجیکستان مستقر شدن و حداقل گمان نمیکنم که از 20 سال پایین اونها راضی شوند برای در اینجا بودن، چون در سفرهای مسئولان دیگری وزارت دفاع هم که آمدن تاجیکستان بیشتر از سخنانشون همین چیز معلوم بود که اونا میخوان که حداقل از 20 سال زیادتر در اینجا باشن. اما مسئله دیگر فکر میکنم مسئله اساسی دیگر همون فرودگاه نظامی عینی است که روس‌ها زیاد میخوان که اینجا هم جای پا داشته باشند و نمیخوان که مثلا هندوها یا امریکایی‌ها اینجا بیستن. و اگر رفت و چیزی هم درباره مهاجران و چیزی هم درباره راغون بگویند، این تنها یک نوع پوشش دادن به مسائل پایگاه و فرودگاه است، چون در پس منظری این دو مسئله اساسی که به منفعت روس‌ها حتما انجام می شود، اونا میخوان نشون بدهند که همچنین میتونند در راغون کمک کنند یا در نیروگاه راغون یا در مسئله مهاجران. پوتین هرچند که مثلا مخالفان ما و حکومت ما توجهی در مسئله مثلا هم در سرحد هم در بازه 201 هم در فرودگاه که مثلا مخالفت دارن، حتی اپوزیسیون ما به فکر من حق دارد مثلا روسیه که از تاجیکستان طلب کند یا که طلب نه خواهش کند، مثلا نمیدونم یا یک گفتگو مثلا با پول که مثلا 201 دیویزیا با مدت مثلا 50 سال است چند سال است در تاجیکستان بماند. در حالی مثلا ببینیم مثلا 2 میلیون مهاجر ما در روسیه است، ما 70% بودجه ما از پول مهاجران است، ما مثلا 2 میلیون مهاجر ما را قبول میکنند. این فرق نداره که در چه شرایطی بالای همه
یک نوع چی میگن یک نوع سردی دارد مثلا حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه، یک نوع نافهمی است و فکر من در بین این دو حکومت باید یک چی میگن سازش ها باشد، مثل قرقیزستان که اول وعده کرد که $2 میلیارد به قرقیزستان میدهد و در مسئله و فکرم برای ساختن گیس ها یا تاجیکستان خوب است که مثلا مبلغ گذاری که من حتی جانب دارم که روغن به روسیه داده شود 100% مثلا روغن به روسیه داده شود. باور ندارم که حکومت تاجیکستان بتونه خودش مستقلانه روغن بسازه در اون قدر مثلا چی میگن پورا و دزدی ها و کیمچوی که در اون گیس میشه باید روسیه باشه. با فکر من حداقل مثلا نمیدونم خیلی چند فویز با چند فویز روسیه راضی میشه که اگر روغن گرفتنی باشد بگیرد، لیکن حداقل مردم صاحب قوای برق دائمی میشه.